سنگ صفرا، سنگ کلیه و سنگ مثانه، این سه تا رو با این چند تا راهکاری که بهت میگم از بین ببر. سلام و درود به همه دوستان و عزیزان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اول از همه بهتون بگم به چه علتهایی میتونه سنگ در بدن به وجود بیاد. علت اصلی و عمدهش میشه سردی. سردی وقتی در صفرا به وجود بیاد میشه سنگ صفرا. سنگ یه وقت میبینی که چند تیکه، یه وقت میبینی یه تیکه. اون یه تیکه بزرگ پوکه، بزرگه ولی پوکه. اینو بهتون میگم چیکار کنید که از بین ببرید، منهدم بشه به صورتی که بدون درد دفع بشه. علت دومش میشه لبنیات بیش از حد مصرف کردن. خیلی ها علاقه دارن سرشیر میخورن، 1 سال 2 سال هر روز صبحانه دارن سرشیر میخورن، بعد میاد میگه که سنگ کلیه گرفتم، تنبلی کلیه گرفتم. این مشکلاتی که برای کلیه به وجود میاد، برای صفرا به وجود میاد از لبنیات خوردن بیش از حد و اندازه. لبنیات رسوب میکنه در کلیه. دیدید بعضیا مثلا کمبود کلسیم دارن، میرن از داروخونه قرص کلسیم میخورن، بعد میاد میگه چرا کلیه هم درد گرفته. قرص کلسیم میخوری باید 3-4 تا لیوان پشت سرش آب بخوری که اون کلسیم در کلیت رسوب نکنه، سنگ کلیه ایجاد نشه، وگرنه منجر به سنگ کلیه خواهید شد. سردی در کلیه، سردی در مثانه میشه سنگ صفرا، سنگ مثانه و یه سری از بیماری های دیگه که از مثانه و کلیه که بازم به همین سردیه، حتی پروستات، حتی قطع و وصل شدن ادرار یا خیلی از مسائل دیگه هم از همین سردی خوردن هاست و سردی در بدنه و خیلی هم دردهای بدی داره که کل بدن هم ممکنه درگیر کنه. دیدی دندون درد میگیره کل بدنت به هم میریزه، میگه چه عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. بهترین درمان الان فرقش هم هست، خربزه. گرمک و طالبی نه، خربزه رو بخورید، پوست خربزه رو هم بذارید بجوشه، آب پوست خربزه رو روزی 1-2 لیوان بخورید. این میشه درمان سنگ صفرا، سنگ مثانه، سنگ کلیه. هر سنگی در این مسیرها باشه پودر میکنه، منهدم میکنه، بدون درد خارج میکنه. نسخه قوی تر از اون میشه پیاز. نیم کیلو پیاز رو بگیرید، بشورید، با پوست چارقاش کنید، بریزید توی قابلمه، 1 لیتر 2 لیتر هم آب بریزید، بذارید بجوشه. 1 لیوان از این آب پیاز مون سر بکشید. مهم نیست چه موقع و چه زمانی بخورید، سعی کنید با معده نیمه خالی نیمه پر بخورید و این آب پیاز رو روزی 1 لیوان اگه بخورید به مدت 10 روز حداقل اون سنگ صفرا یا سنگ کلیه یا سنگ مثانه پودر میشه، بازم بدون درد خارج میشه. اما یه نسخه خیلی خیلی قوی تر از همه این نسخه ها میشه هسته خرما. 100 گرم هسته خرما نیاز دارید، 4 لیوان آب بذارید به مدت 8 ساعت روی شعله گاز. از همون ابتدا شعله گاز رو زیرش رو کم کنید. این 4 تا لیوان توی 8 ساعت روی گاز بمونه 1 لیوان. اون 1 لیوان آبی که از هسته خرما دمنوش درست کردید و در 3 وعده هر 2 ساعت نصف استکانش رو بخورید، یهو نخورید. اسیدی که از هسته خرما به وجود میاد به شدت بالاست، ممکنه که آسیب به کبد یا طحالتون بزنه. جرعه خوردن یعنی توی 3 تا وعده، یعنی روزی 1 لیوان، اون 1 لیوان رو توی 3 وعده بخورید و سعی کنید 6 تا 7 روز ادامه بدید این کارو تا کاملا دفع بشه. نسخه طلایی این ویدیو قبلش که میخوام بگم حتما ویدیو رو سیو کنید، به دردتون میخوره. سرک انگبین، من میگم مسافرت میری مثل فلاکس توی ماشین بذار با خودت ببر. اگه میخوای هیچ وقت هیچ مریضی نگیری، سنگ در بدنت بیمار نشی، سرما نخوری، دپرس نشی، نمیدونم غلظت خون نگیری، کبد چرب نگیری، ریزش مو نگیری، یا هر بیماری که شما فکرشو کنید و نکنید، سرک انگبین بخورید. سرک انگبین بخورید. اگه اونایی که سنگ صفرا دارن یا سنگ ها در بدنشون هست، این 3 تا رو 2-3 روز اول روزی 3-4 تا لیوان سرک انگبین بخورن، بعدش میاد روزی 2 لیوان، 1 لیوان صبح 1 لیوان بعد از ظهر بخورید. به راحتی سنگ ها، کل سنگ ها در بدن دفع میشه. نرید دنبال کاکل ذرت و خیلی برنامه‌های دیگه، دنبال بالی و اینجور چیزا، اینا زمان بره. درمان هست ولی زمان بره. این ویدیو از اون ویدیو بود با چند تا نسخه طلایی خیلی خوب و عالی. حیف بقیه هم نبینن. بفرستید برای همه مخاطبینتون تا بقیه هم استفاده کنن. اگه دوست داشتید استوری هم کنید.